بعد زنوزنی‌های گروهی بین مهاجران تاجیک و قرغیز که روزهای 8 و 9 مارس در ساختمان کارخانه‌های بزرگ کارخانه کارکرد گاز امور و مجموعه گاز کیمیاوی امور روی داد، ماموریت کارخانه کارکرد گاز امور یک باره 182 زاده قرغیزستان را از کار جواب داد. در روی خط پیش‌شده ها که یک نسخه‌اش روز 11 مارس به دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز رسید، کارگران افتادند که برخیش نیم سال باز اینجا کار میکنند و برخی دیگرش همگی چند روز پیش به کار سر کرده بودند. سن کارگران پیش‌شده از 19 تا 50 سال است. برای مثال کارگر از همه کلان سال پیش‌شده میرنبک اشالیف سال تولدش 1972 در قطعه کارهای منالیت و بتون کار میکرد. اکثر کارگران پیش‌شده در همین قطعه وسیم کار میکردند و از جمله جوانترین آنها اولمبیک نورقلوف سانه تولدش 1 ماه سال 2003 و قرولبک اولو عدالت 2 مارس سال 2003 به دنیا آمده همگی 3 ماه پیش به سن 18 رسیده بود. درباره آنکه آیا از مهاجران تاجیک نیز کسی را برای آن زنوزنی‌ها از کار پیش کردند یا نه معلوماتی هنوز نرسیده است. منابع بامداد خبر داد که بعد زنوزنی روزهای 8 و 9 مارس به خاطر پیشگیری از زنوزنی‌های نو کارگران تاجیک را از خوابگاه‌های کارخانه موقتا به یک مهمانخانه کوچاندند. طوری قبلا خبر دادیم روزهای 8 و 9 مارس در ساختمان کارخانه کارکرد گاز امور بین مهاجران از تاجیکستان و قرغیزستان زنوزنی‌های عمومی روی داد. این کارخانه در کنار شهر بلاگویشنسک مرکز مأموری ولایت امور در منطقه شرق دور روسیه ساخته می شود و به ساختمان آن تنها در شرکت ولسترویمنتاژ 9000 کارگر اکثر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی به کار گرفته شدند. منابع پایگاه خبری بامداد با ارسال ویدیوهای 2 روز زنوزنی‌ها خبر دادند که بهتردیبی‌ها روزهای 8 مارس در آشخانه شرکت ولسترویمنتاژ در یک زمینه صرف معیشی یا به قول تاجیک‌ها برای یک گپ دوپوله سر شد. در هر صورت این نافهمی ناچیز بلافاصله به یک جنجال بزرگ با اشتراک صدها نفر از هر دو طرف تبدیل یافته است. در ویدیوی روز اول زنوزنی دیده می شود که مهاجران به سوی یکدیگر همه چیزی که پیش می آید از جمله میز و کرسی و کاسه و طبق و دیگر ظرف و اشیا را می پرتویند و یکدیگر را زیر بارون مشت و لغت می گیرند. روز 9 مارس مهاجران تاجیک و قرغیز دوباره از گریبان یکدیگر گرفتند، ولی این دفعه در صحن برفپوش میدان ساختمان. بعد روز دوم هم تکرار شدن زنوزنی‌ها ماموریت شرکت ولسترویمنتاژ تصمیم گرفته است که مسئله را با چاره‌های شدید حل کند. منابع بامداد خبر دادند که ماموریت قرار قبول کرده است که تمام مهاجران در زنوزنی‌های اشتراک کرده را بدون یگان چون و چرا از کار بیرون بیاندازد. ماموریت همچنین گفته است با مقامات حفظ حقوق مسئله از روسیه اخراج کردن مهاجران شورپوش را هم مطرح می‌کند. قرار معلوم ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند.